غذاهای وطنی، قابلی، کباب تکر، بانجان. دوستای عزیز و یکی از پارک‌های روشن هستیم. این لوگو را میبینیم. ای از سمت است. در 1996 ساخته شده که حالا که ما 2025 هستیم. دنبال برمی بزرگی، برمی عظمت، اما تو استوار مانده. دیگه اینجا یک میدان بسکتبال مردم درست کردن. میبینیم این شهر منشن است. و ترنا هر روز رفت آمد دارد. تاکسی ها بی حد و بی اندازه هستند و بایسکل ها را میبینیم که اینجا بر مردم ماندن که فقط همراه کارت بانکشان کار میکنن. اینی فکر میکنم نام همین پارک است. زیادتر جوان ها میاین اینجا و بس بر یک رفع خستگی آدم میتونه بیایه یا همراه فامیل بیایه. کسی که بخواه همراه اطفال خود آمده میتونن. یخمالک داره، یکان چیز دیگه داره. این اینجا ایالت بایم بزرگترین ایالت آلمان است. بزرگترین ایالتش است و شهر منشن هم واقعا کلان، بزرگ. رستوران‌های افغانی، ایرانی، عربی، همه چیز هست. مغازهای افغانی، ایرانی، نانوایی ها حتی که همه روزه نان تازه پخت میکنن، نان وطنی برکن. و آدم فکر میکنه که در یک گوشه از افغانستان است. نانای ازبکی، پنجکشی، هر رقم نان که بخواهی، جلبی، هر چیز برکن اینجا تازه میارن. و خوب در 2 روزه که اینجا بودیم واقعا خوش گذشت. دیگه من سابق آمده بودم که منطقه تو زیاد نگشته بودم. دقیق تمام جایش ندیده بودم و حال باقی آدم میفهمه که یک جای بسیار خوب است. از نظر
ساختمان‌ها و اینا اگر مقایسه شده همراه فرانکفورت ساختمان‌هایش به مراتب از اینجا کردن بلندتر است. پنت‌هاوس‌ها ساختمان‌های بلند که تا 30-40 طبقه هم در فرانکفورت پیدا میشه، اما اینجا می‌بینیم که به همین اندازه کل یک دست مثل ماینز، مثل ویسبادن، مثل هامبورگ، مثل کوبلنز رقم همین شهرآوری است که 6 منزل 7 منزل لینمی قسم است. اما گفتم در فرانکفورت برجاست واقعا که با 30 منزل 40 منزل اونجا هست. تعداد یک بدی که فقط شهرهای بزرگ داره، تعداد معتادین کم کم دوروبر بانوفش می باشن. اینمی بدی شهرهای بزرگ است، اما واقعیت یک جای زیبا، یک جای دلنشین، یک مکان خوب. دوستا کسایی که میخواین منشن بیا واقعیت و تعطیلاتتان همراه فامیل کنین یک جای بسیار خوب. اینجا میبینیم کفترها را میبینیم بسیار عین رقم کفترهای افغانستان، ولی اینا کفترهای هستند که از همین پارک میباشن که در اینجا جمع میشن یا در بانوفا میاین، مردم بر از یا غذا میدن. گزارش ما دمونشن با این همی باز شما رو به خدا مسپاریم دوستای عزیز. بارای دیگه باز بخیر حرکت میکنیم به طرف بالاخره دوستا همراه همین ترن ایسه ما رسیدیم دوباره به فرانکفورت که چقدر جمعیت است.